در بازار شهر خاروق هر روز می توان این صدا را شنید. احمد بیگ فراغتوف که ساکنان او را مدیش می نامند 26 سال باز در بازار آوازخوانی می کند. او 20 کیلومتر دورتر از دهه شاخدره رشد قلعه به اینجا می آید. مدیش مشکلی بینایی دارد. سرودخوانی در بازار راه برای پیدا کردن نان برای خود و همسر و 3 فرزندش است. هر روز بازار می آیم با می روم با می آیم با خیلی آدمای امرای من ام خیلی دوست دارد مرا سوار می کند و با می یورد با همه جا میشیم. مدیش سرودهای مردمی و از دیگر سراینده ها را بازخوانی می کند. علاقمندانش روزی برایش از 30 تا 90 سامانی می دهند. مردم محلی به هنر و هنرمندان ارج می گذارند و این منطقه صدها سراینده و آهنگساز و مطرب نوتکرار به تاجیکستان و جهان داده است. در خاروق که تا چند پیش صدای تیر و اعتراض شنیده می شد، صدای مدیش به دل مردم غمدار و نگران ملهم می بخشد.